سلام ما لایو هستیم. امروز و امشب من چند تا دوست عزیز رو دعوت کردم که از بیزینس اونرهای موفق این بیزینس دیجیتال مارکتینگ هستن. اول میخوام که خودتون رو یه معرفی بکنین. ثریا جون، اول شما خودتون رو یه معرفی بکنین لطفا. بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه افرادی که این لایو رو میبینن. من ثریا درخشان هستم، پزشک، اهل اصفهان و حدود 4 سال پیش با خانواده به انگلستان مهاجرت کردم و حدود 1 سالم هست که این بیزینس آنلاین رو شروع کردم. خیلی هم عالی. اگر لطف کنی آنی جون شما هم خودتون رو یه معرفی بکنید که دوستایی که تو پیج ماها هستن شما رو بشناسن. سلام به همه دوستان خوبم هر جا که هستن. سلام به شما عزیزان. منم آنی زمردی هستم. توی ایران حسابدار بودم. اینجا به مدت 10 سال با همسرم هستم و اینجا کیک دیزاینر هستم و الانم چند ماه هست که وارد این بیزنس آنلاین شدم و با دوستای خوبی مثل شما آشنا شدم. لطف دارین. مرسی از معرفیتون. دیوید جان عزیز، اگه لطف کنید شما هم خودتون رو معرفی کنید که دوستانی که تو پیج ما هستن شما رو بشناسن. ممنون. سلام به همه حاضران غایبان که ما رو الان میبینن یا بعداً خواهند دید. من دیوید هستم، 14 سال مهاجرت کردم، با خانوادم تو آمریکا زندگی میکنم. یه دختر 5 ساله دارم و یه خانم خیلی خوب دارم. خیلی هم عالی. حتما همینطوره. من لب تک هستم، کار فول تایم توی لب میکنم. در کنار کار فول تایمم این بیزینس آنلاینم از پارسال شروع کردم و انجام میدم در کنار دوستان عزیز. مرسی نسرین جان. خیلی هم عالی. حالا منم خودم معرفی کنم برای کسایی که تو پیج شما هستن و من رو نمیشناسن. من این نور چراغ افتاده تو عینکم من نسرین هستم. حدود تقریبا بیشتر از 12-13 سال پیش از ایران مهاجرت کردم. توی ایران معلم بودم. رشته تحصیلیم هم مستر هنرهای تجسمی دارم، ولی اینجا اومدم و درس خوندم همراه با بچه‌هام درس خوندن، منم همینطور دانشگاه رفتم. اینجا سونوگرافی خوندم و الان حدود 8-9 سالی هست که دارم کار میکنم توی فیلد مدیکال و از پارسال هم این بیزینس آنلاین رو شروع کردم همراه با همسرم و حالا چون شوهرم بیشتر بیزی هست، من بیشتر وقت دارم کنار کار خودم، کنار کار فول تایمم این کار آنلاین رو دارم انجام میدم و به قول آنی جان با دوستای خوبی مثل شما آشنا شدم. ممنون، لطف دارین. مرسی از همتون. من راستش این لایو رو گذاشتم بیشتر برای اینکه یه سری سوالایی که همیشه دوستان عزیز از ما میپرسن، همیشه اینا تکراری هست ولی خیلی دوست دارم که از زبون شما بشنوم و کسایی که توی پیج ما دارن شما رو میبینن ببینن که بقیه بیزینس اونرها چه جوابی دارن برای این سوالات. سوال اولی که میخوام بپرسم یکی این نگرانی هایی که هر فردی بخواد وارد این بیزینس بشه ممکنه داشته باشه، مثل خودمون که اول که میخواستیم وارد این بیزینس بشیم خب کلی نگرانی داشتیم. اینو اگه شما ثریا جون لطف کنین جواب بدید، بگید که این نگرانی ها ممکنه چی باشه. بله حتما عزیزم. خب نگرانی ها که برای شروع یک بیزینس آنلاین با توجه به اینکه ناشناخته هست تقریبا یک کمی زیاد هست. اولین نگرانی که فکر کنم برای من و بقیه دوستان عزیز بوده نگرانی از قانونی بودن این بیزینس هست و اینکه اسکم نباشه. و خب یه سابقه ای هم که ما از یه سری از بیزینس هایی داریم که توی ایران شاید بعضی از افراد مال باخته شدن به خاطر این قضیه و همیشه در ذهن من هست و خیلی از افرادی که الان هم هستن میپرسن میگن نکنه این همون بیزینس باشه، ولی من تحقیقی که کردم و از بابت این مطمئن شدم که این بیزینس به هیچ عنوان بیزینس هرمی که همه نگرانش هستن نیست، چون بیزینس های هرمی غیر قانونی هست، انجام اونها جرم
اون محسوب میشه و اگر که گاورمنت متوجه انجام اون بشه حتما خب متوقف میشه. در صورتی که وقتی که ما وارد این بیزینس میشیم از همون اول آیدی بیزینس تعلق میگیره به ما فرم مالیاتی رو همون اول پر میکنیم، امضا میکنیم، یعنی از همون ابتدا گاورمنت در جریان شروع این بیزینس ما هست و پایان سال کاری هم ما بابت درآمدمون مالیات پرداخت میکنیم و تمام اینها نشون میده که این زیر نظر دولت کشوری هست که ما در اون زندگی میکنیم و به هیچ عنوان غیر قانونی نیست. غیر از اون تو یه سری از بیزینس های هرمی یه سری پروداکت های ارائه میشه که واقعا ارزشش خیلی کمتر از اون مقدار هزینه‌ای هست که افرادی که وارد اون بیزینس میکنن. به عنوان مثال یه سکه هایی فروخته میشه با یک قیمت هایی که بعد افراد وقتی میخوان برن این سکه ها رو بفروشن اصلا چنین قیمت هایی وجود نداره، خیلی ارزشش کمتر از این هست. در صورتی که ما توی این بیزینسمون پروداکت به اون شکل ارائه نمی کنیم. کار ما آموزش دیجیتال مارکتینگ هست. البته توی پکیج ما یه سری پروداکت هم وجود داره ولی فقط برای استفاده شخصی. ما به هیچ عنوان این پروداکت ها رو تبلیغ نمی کنیم که بگیم ما اینو استفاده کردیم شما بیاین بخرین استفاده بکنین و خب از این جهت این بیزینس ما به هیچ عنوان هرمی نیست. نکته دیگه ای که ممکنه نگرانی ایجاد بکنه ترس از اینکه وقتی وارد این بیزینس میشیم آیا باید حتما فیلم و یا ویدیو از خودمون داشته باشیم که به هیچ عنوان اینجور نیست. برای تبلیغ کردن و دادن اطلاعات توی این بیزینس هزاران روش وجود داره. گذاشتن پست های مختلف، نوشته هایی که بعضن تاثیرش خیلی خیلی بیشتر از ویدیو و یا عکسی هست که شخص از خودش میگذاره و میتونه پیام رو خیلی قشنگتر و جالبتر منتقل بکنه. الان خیلی از افراد موفق بیزینس ما هیچ فیلم و یا ویدیویی و یا عکسی از خودشون ندارن توی این بیزینس و صرفاً با نوشته هایی که خیلی خوب اطلاعات رو منتقل میکنن تونستن که توی کارشون موفق باشن. گرچه خود من هم از همین دسته افراد بودم که همون اول که گفتم من هیچ عکس و ویدیویی از خودم نمیذارم تو سوشال مدیا چون قبلا هم نگذاشتم، ولی بعد از 1 ماه که وارد این بیزینس شدم و خب فعالیت بقیه دوستان رو دیدم کم کم خودم هم علاقه‌مند شدم و خب برام خیلی راحت تر شد این کار. نگرانی دیگه این که خب افراد خیلی سابقه کار توی سوشال مدیا را ندارن. همه ما حد اکثری فیسبوک و یا اینستاگرامی که تقریبا غیر فعال بوده داشتیم، ولی جای هیچ نگرانی نیست. اینقدر ویدیوها و ترینینگ ها توی این بیزینس به زبان ساده و قدم به قدم هست که افرادی که هیچ زمینه قبلی کار توی سوشال مدیا ندارن خیلی راحت میتونن با این بیزینس همراه بشن، ویدیوها و ترینینگ ها رو یاد بگیرن و خودشون به سرعت یک منتور و یا کوچ بشن. باز هم یه سری نگرانی های دیگه وجود داشت ولی من فکر میکنم که من اگر خیلی صحبت بکنم وقت بقیه دوستان رو میگیرم. فعلا به این 3 نگرانی اصلی اشاره کردم و منتظر میمونم که بقیه صحبت بکنم. ممنون، خیلی خوب توضیح دادین، دستتون درد نکنه سریا جون، واقعا ممنونم. یکی دیگه از سوالایی که خیلی از دوستان میپرسن اینه که ما اگه این بیزینس رو شروع کنیم چقدر طول میکشه تا به درآمد برسیم؟ اینو شما اگه آنی جان جواب بدین ممنون. بله، اتفاقا سوال خیلی خوبیه. این بیزینس ما از اسمش معلومه که بیزینسه، یک کار نیست، یه شغل نیست. مثل همه بیزینس های دیگه، مثل بیزینس آفلاین زمان میبره که طرف به درآمد برسه. البته ما چون یه سری ترین داریم و این ترین های ما 3 ماه 2 ماه بستگی به خود شخص داره که چطور چند ساعت میخواد بشینه روی این ترین ها رو انجام بده. بعضی ها هستن که خب 3 ماه تموم میکنن، شاید تو همون 3 ماه اول به درآمد برسن. بعضی ها مثل من چون این به عنوان یک کار دومه برای من در کنار کار اصلی این کار انجام میدم، شاید من دیرتر به درآمد برسم. اینا همه بستگی به خود شخص داره و به خود شخص بستگی داره که چقدر بخواد زمان بذاره روی این کار و چقدر بخواد فعالیت کنه، چقدر بخواد. مثلا الان من یه مثال میزنم، موقعی که من بچه بودم همیشه میگفتن که یه کسی یه بیزنس آفلاین بزنه 1 سال باید از جیب بخوره.
تا یک سال از جیب بخوره. ولی خوشبختانه بیزینس ما به این صورت نیست. شما بعد از چند ماه که کامل کار رو یاد گرفتین، کار دستتون اومد دیگه، تونستین توی پلتفرم‌های سوشال مدیا کار انجام بدین، میتونین درآمدزایی کنین خیلی راحت. فقط خودتون باید بدونید چطوری ویترین مغازتون رو بچینین و پلتفرم‌های سوشال مدیا هم دیگه ویترینای ما و شماست دیگه. میتونین چطوری اینو راه اندازی بکنین، چطوری کار توش انجام بدین. و یک چیز مهم اینجاست که من الان کارمندم، هر هفته یا هر ماه یه حقوق ثابت میگیرم، اما توی بیزنس ما شما حقوق ثابت ندارین. شما با توجه به فعالیت خودتون میتونین این حقوقتون رو بالاتر ببرین. پس همه چی اینجا بستگی به خود شما داره که چطور فعالیت بکنید، چطور ترنینگاتون رو انجام بدین، چطور بتونین ارائه بدین کارو. دیگه اگر نمیدونم اگه چیزی دیگه هست شما میتونین اضافه کنین دیگه. ممنون میشم. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب توضیح دادین، دستتون درد نکنه. مرسی. یه سوال دیگه که من میخوام که دیوید جان اگه جواب بدن، این که چرا این بیزینسی که ما داریم کار بیزینس اونرها رو مثل ما که اینجا هستیم راحت کرده که ما میتونیم کنار کار فول تایممون این کار آنلاین رو هم داشته باشیم؟ سوال خیلی خوبیه نسرین جان، مرسی که پرسیدی. ما تقریبا فکر کنم همه دوستان و من خودم یکی از دلایلی که وارد این کار شدم اینه که وقت اضافی داشته باشم. اما چطور میشه وقت اضافی داشت؟ خب باید کاری باشه که یکم راحت‌تر باشه، یکم به شما آزادی بده برای اینکه وقت اضافی داشته باشید. یک توضیح من کوچولو بدم از رابرت کواساکی، نویسنده پدر پولدار پدر فقیر. خوندم که نوشته بود که سیستم خیلی مهمه. وقتی بیزینسی رو میخواید شروع کنید مطمئن بشید که سیستم داره، چون اگر سیستم نداشته باشه شما موفق نمیشید. مثال میزنه مکدونالد، میگه از همه کسایی که میان با من مشاوره کنن میپرسم که شما میتونید همبرگر بهتر از مکدونالد بپرسید؟ جواب همه 100% یسه. بله، همه میتونن همبرگر بهتر از مکدونالد درست کنن، ولی آیا شما میتونید روزی 1 میلیون همبرگر بفروشید؟ جواب همه نوعه. چرا؟ چون مکدونالد سیستم داره. اینه که موفق میکنه مکدونالد و هر بیزینس دیگه ایه. و بیزینس ما سیستم داره. این سیستم باعث شده که بیزینس ما بتونه یک فروش خیلی زیادی داشته باشه و موفق باشه. اما این سیستم چطور کار میکنه؟ این سیستم رو اتوماتیک کرده بیزینسی که ما داریم. حالا منظور از اتوماتیک کرده یعنی چی؟ یعنی شما وقتی وارد بیزینس میشید یک مقدار زیادی از کار رو یک خود سیستم برای شما انجام میده به صورت اتوماتیک. مثلا وقتی شما وارد میشید اول وبسایتتون توسط سیستمی که پشت این بیزینس هست برای شما ساخته میشه. شما زحمتی نمیکشید روی ساختن وبسایتتون. بعد کسایی که میخوان روی اد شما کلیک کنن، پست شما رو ببینن، علاقمند میشن بیان تو بیزینس، برای اینا ایمیل فرستاده میشه. ما مجبور نیستیم بشینیم دونه دونه ایمیل بنویسیم براشون ایمیل بفرستیم. این یعنی اتوماتیک بودن این سیستم. این سیستم وقتی شما شروع میکنید یه چیزی رو میذارید تو سیستم که براتون مشتری بیاره، 24 ساعته و 7 روز هفته کار میکنه. چرا؟ چون اتوماتیکه. چون یه سیستمی پشتش هست که اتوماتیک طراحی شده و لازم نیست که شما اونجا باشید خودتون این کار رو انجام بدید. اینا همه زمان میده به شما. اینا یعنی چی؟ یعنی مقدار زیادی از کار رو این سیستم اتوماتیک انجام میده و شما راحت هستید. شما زمان بیشتری دارید و راحت کرده کارو براتون. مثلا دسترسی به انبوهی از مردم رو این سیستم برای ما راحت کرده. اگر شما مقایسه کنید با هر سیستم آفلاینی، شما لوکال هستید تو سیستم آفلاین، دسترسی به تعداد محدودی مشتری دارید. ولی ما سیستمی که داریم و اتوماتیک شده این دسترسی رو جهانی کرده. شما به تعداد خیلی زیادی آدم دسترسی دارید. و چطور این کارو میکنه؟ سیستم اتوماتیک این کارو میکنه و شما راحتید. شما مجبور نیستید خودتون مستقیم برید با مردم ارتباط برقرار کنید برای این بیزینس. اینو سیستم اتوماتیک این کارو کرده و خیلی راحت کرده کارو. کار دیگه ای که راحت کرده این سیستم اتوماتیک برای ما ترینینگ ها هستن. ترینینگ های ما آپدیت میشن، بروز میشن، چون پلتفرمایی که باشون کار میکنیم بروز میشن و وقتی هر ترینینگ ما آپدیت میشه ما میتونیم بریم تو سیستم نوتیفیکیشنش رو ببینیم. به ما نوتیفیکیشن داده میشه